السلام علیکم دوستان و سامعین گرامی قدر. پگاه روز عرفه هست. روز دوشنبه مطابق به 19/7/2021. روز عرفه روزی هست که هیچ روز نیست که به مثل این روز الله عزوجل بنده ها را از آتش جهنم نجات بدهد. یعنی در این روز تعداد بسیاری از بنده ها را الله عزوجل از آتش جهنم نجات بدهد. الله تمام ما و شما را از عذاب جهنم نگه بدارد. من برای شما برادران عزیزم 5 چیز را پیشنهاد میکنم و همچنان این را برای خودم تا اینکه ما در این روز انجام بدهیم. فضیلت این روز را اکثر از ما و شما میدونیم، لیکن من این 5 چیز را پیشنهاد میکنم. یکم، روز عرفه روزه گرفتن. روزه گرفتن روز عرفه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را پرسیدند دربارش. پیامبر فرمودند که از الله امیدوار هستم که 1 ساله گناه گذشته و 1 ساله گناه می آمدگی را الله می بخشد. دوم، صدقه دادن. صدقه دادن هم خیلی فضیلت بزرگ دارد و بالخصوص در روز عرفه. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند از آتش جهنم بترسید اگرچند که به نصف خرما هم باشد. یعنی خودتان را از آتش جهنم نجات بدهید به صدقه دادن نصف خرما هم باشد. اگر نداشته باشید هیچ چیز، به نصف خرما هم می شود که صدقه بدهید. اگر این را هم نداشته باشی، به سخن خوب قطعی میتونی که صدقه بدی. سوم، ذکر الله عزوجل را کردن. ذکر کردن خیلی فضیلت بسیار دارد و بالخصوص در روز عرفه. الله حق سبحانه و تعالی میفرمایند که شما من را ذکر کنید، من شما را ذکر میکنم. من را یاد کنید، من شما را یاد میکنم. چقدر خوشحالی است برای انسان که الله آن را یاد کند. چهارم، صلوات به پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستادن. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که هر کس که برای من 1 بار صلوات می‌فرستد، الله برای وی 10 بار صلوات می‌فرستد. یعنی الله 10 بار وی را تعریف و توصیف می‌کند نزد ملائکه ها. پنجم، نماز نافله خواندن. هر نماز نافله‌ای که باشد اگر در این روز بخوانیم پیش الله عزوجل خیلی قدر و منزلت دارد. الله عزوجل می‌فرماید که بنده من به نافله قطعی به من نزدیک می‌شود تا اینه که من وی را دوست می‌دارم. نماز نافله خواندن سبب می‌شود که الله عزوجل ما را دوست می‌دارد. خلاصه و مختصر، آن 5 چیزی را که ما باید انجام بدیم یا که حرکت کنیم که انجام بدهیم: اول روزه، دوم صدقه، سوم ذکر الله، چهارم صلوات به پیامبر صلی الله علیه و سلم و پنجم نماز نافله خواندن. در آخر از شما یک خواهش دارم و بالخصوص از تو برادری که الان من را تماشا داری یا اینکه خواهری که من را تماشا داری، در حق من دعای خیر کنید. چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند هر دعایی را که در حق مسلمان کردی، ملائکه ها میگویند که بتونید همین دعا، یعنی هر چیزی را که برای مسلمان خواستی، ملائکه تو را میگه که ولک مثل ذلک، بتونید همچنان. من از شما خواهش میکنم که در حق من دعا کنید که الله عزوجل خوشی های دنیا و آخرت را برای من نصیب بگرداند. همچنان الله برای شما خوشی های دنیا و آخرت را نصیب بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.